بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، دین مبین اسلام در بین مناسبت انسان ها دائما عدالت، حلالی، انصاف را ترغیب کرده و اهل اسلام را بر همین راه دعوت میکند. خصوصا در ساحه سوداگری همین ترتیب را قطعی طلب میکند. خداوند در قرآن کریم میفرماید: استعوذ بالله و احل الله البیع و حرام الربا. یعنی خداوند سودا را حلال و ربا را حرام گردانید. معلوم است که خدای عزوجل کدام یک چیز را حرام کند، در حال در مقابل هوا یک چیزی حلال را پیشنهاد میکند. مثال، زنا را حرام، نکاح را حلال، ربا را حرام، سودا را حلال. شخصی که با همین کسب سوداگری مشغول میشوند، اگر همین راستی را، عدالت را، انصاف را برای خودشان پیشه کرده گیرند، البته این خیلی سوداگر در این دنیا هم در آخرت هم سعادتمند می شوند. زیرا خود سوداگری یک کسبی با شرف است. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم سوداگری کردند. صاحب مذهب من شما امام اعظم کوفی صوفی رحمه الله علیه هم سوداگری کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: سوداگر راستگوی و امانتدار دائما با همراهی نبیان، صدیقان و شهیدانند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا سوداگر را قریب به مرتبه پیغمبرها، صدیقها، شهیدها برابر کرده ایستادند. برای این مرتبه عالی صاحب شدن باید که هر یک سوداگر موافق نشانداد شریعت اسلامی عمل کند. دین اسلام برای سوداگرها فایده خوردن را مباح کرده مانده است، فقط به شرطی که در دوام فعالیت سوداگریشان نسبت خریدارها، نسبت مردم ظلم نکنند، نسبت خریدارها ضرر مادی نرسانند. مثال، احتکار نکنند. احتکار چیست؟ احتکار همون احتیاج هر روزی انسان ها و ضرور بدگی مال ها را خریده گرفته زیر کره ماندن، به نیتی یک روز قیمت شاید میفروشم گفتن. در شریعت اسلام این خیل سودا کردن جایز نبوده است. دویم، البته حد به حد نرخ را قیمت کره فروختن، این هم جایز نبوده است. یا که بازم در سودا حیله نیرنگ کار نفرمودن. افسوس که بعضی سوداگرها یافت شده ایستادند که نمی ارزدگی سرمایه و وجدانشان فروخته به نام خدا قسم خورده ایستادند که در نتیجه از دینشان و از عار و ناموسشان جدا شده ایستادند. حتی خداوند در حق این خیل انسانها، در حق این خیل سوداگرها آیت فرستانده است، آیت نازل کرده است. یعنی خداوند میگوید: استعوذ بالله اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. البته آنان به جای آخرت این دنیا را خریده میگرفتگانند، پس عذاب و عاقبت‌هایی که به آنها داده می شود سبکانیده نمی شود و به آنها کمک نیست. دیگر علت بدترین بعضی سوداگرها این هم باشد به واسطه ترازی حق خریدارها را دزدیدن، که این خیلی عملی زشت و قبیح است. این خیلی گناه کبیره است. الله تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: استعوذ بالله ویل للمطففین. یعنی ویل بر حال
این خیل سوداگران که با واسطه ترازی حق مردم را می دوزند. این ویل در دوزخ مخصوص یک وادی بوده است که به نام ویل خیلی عذاب شدیدناک بوده است. همون سوداگرهایی که در سودا با واسطه ترازی حق مردم خیانت میکنند در همون ویل گفتگی وادی در دوزخ عذابانده میشدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز در بقیع گفته منزل به جماعت سوداگرها مراجعت کرده گفتند ای جماعت تاجرها گفتند. همونجا نشته اهل سوداگرها حیران شده رسول الله صلی الله علیه و سلم را نگاه کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که البته تاجرها در روز قیامت فاجر شده میخیزند، مگر هم تاجرهایی که از خدا میترسند، در راه خدا خیر احسان میکردند و در سودا راستی را برای خود پیشه کرده گرفته بودند مستثنی‌اند. از این معنای حدیث مبارکه معلوم شده ایستاده است که کسب سوداگری نه فقط کسب یک شرفمند با شرف بوده است، بلکه کسب خیلی مسئولیتناک هم بوده است. بعضی آداب و شرط های سوداگری که شریعت دین اسلام جاری کرده مونده است بیان کردن را برای خودم لازم دانستم. این هم باشد یکم شخص سوداگر باید که راستگو باشد، در سودا دائم راست را برای خود پیشه کرده گیرد است. دوم در سودا سخاوت پیشگی را، دست فراخی را پیشه کند است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که شخصی که در معامله داده گرفت نسبت یکدیگر سخاوت پیشگی میکند بر وی رحمت خدا باد گفته گذاشتند. سوم در سودا مطلقا قسم را کار نفرمودن است، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قسم البته بازار سوداگر را چقان میکند لیکن سرمایه وینده برکش نمیشه گفتیم. یعنی ما قسم فروشیم، قسم خوریم مگری سودا ما تیز میشده است لیکن برکه نمیمونده، سودای کرده مانده. برای همین در سودا کردن قسم هم جایز نبوده است. غیر از این صدقه را تیز کرده ایستادن، زیرا سوداگرها برای نقصان‌هایی که در سودایشان صادر شده می‌استد برای همون نقصان‌ها را اصلاح کردن صدقه کرده ایستند نقض بش، زیرا همون صدقه کردگیشان همون نقصان‌های کردگی، خطاهای کردگی اصلاح می‌کرده است. غیر از این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند الصدقات ترد البلاء و تزید العمر، یعنی صدقه رد بلای آمگه میگرداند و عمر آدم دراز شویش هم حتی سبب چی میشه است. غیر از این در سودا دین اسلام تاکید کرده گفتند که در البته خواهنم نخواهنم معامله های اقتصادی شه میموند، انا هم معامله های اقتصادی یعنی نسیه و بار میتین یا نسیه و بار میگیرن، انا وحای کتابت کرده استادن یعنی نوشته ماندن در اشتراکی گواه ها. این هم یکی از شرط های سوداگری بوده است. غیر از این در وقت فایده خوردن انصاف کردن، یعنی از حد به حد تپش به نرخ را بسیار نموندن. البته هر یک سوداگر از همون سودای کردگیش مقدار معین خودش منفعت شدنش در کار لازم، لیکن همون نرخ میموندگیش از حد به حد بسیار مونده، خریدارها و ظلم کردنش جایز نبوده است. الها در ساحه تاجری سوداگری کرده مشکل مردم را آسان کرده استادگی سوداگران ما الله تعالی خودش توفیق و کوچ قوت و سوداشان به قطب برکت عطا کند. در روز قیامت وعده کردگی اجر مکافاتش نصیب روزشان گرداند. الحمدلله. الصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتك ارحم الراحمین.